بازم یه حرکت آوردم برای زایمان طبیعی راحتتون که کمک میکنه سر نیمی زودتر بیاد توی لگن و دهانه رحمت زودتر باز بشه. برای این حرکات نیازه که از یه صندلی کمک بگیری. صندلی رو جلوت قرار میدی، دیگه پا رو میذاری بالا، پای دیگه روی زمین، انگشتاشو میدی به سمت بیرون، آروم پاتو هل میدی، لگنتو نزدیک میکنی به صندلی، برمیگردی. 5 بار این حرکت رو انجام میدی و بعد میچرخی به سمت رو به رو و از بغل این حرکت رو تکرار میکنی. 5 بار هم به این صورت حرکت رو تکرار میزنی. حرکت سوم دستتو میگیری به لبه صندلی، پاهاتو از صندلی دور میکنی که مچ پات کاملا زیر لگن باشه. حالا میتونی ساعدتو بذاری روی صندلی یا دستتو بگیری به لبه صندلی. انگشتای پاتو میدی به طرفین، زانوها رو خم میکنی، باسنتو میاری پایین، برمیگرد. دقت کن هر حرکت رو باید با دم و بازدم انجامش بدی. 5 دور هم این حرکت رو تکرار میزنی و بعد استراحت میکنی.